پلو میشه اون دسته از غذاهایی که قاطی داره، مثل پلو عدس، لوبیا پلو، پلو ماش، چلو هم غذایی مثل که کنارش خورش هست، مثل خورشت فسنجون، چلو قیمه، قرمه سبزی، چلو گوش. چلو شیشلی. من خودم پلویی ام. ما چلویی. ما مشهدی‌ها معمولا چلویی. چلو کباب. خب مشهد که واقعا به غذاش و رستوران‌های پلویش معروفه کلاً. زرش پلو با مرغ هم که خب دیگه تو مشهد خب خیلی پرزعفرون‌تر و چلو گوش از همه بهتر. همه جای ایران غذای پلویی چلویش خوبه. حتما باید عطر برنج ایرانی رو حس کنم. باید قشنگ قد بکشه، عطر بوش خوب باشه. دونه پنبه‌ای بودنش، سفید بودنش. قدش. سلام آمد جان. چه جالب. اتفاقا این برنج رو خودم سال‌هاست دارم استفاده میکنم. خیلی عالیه از لحاظ عطر برنجش. با خصوص هاشمیش عالیه. طعمش عالیه، عطرش عالیه. برنج ما چلو گوش درست کردیم. این برنج رو میتونی حتی خالی خالی هم بخوری بدون خورش. من از همشهری‌ها و هم‌استانی‌های عزیزم خراسانی‌ها میخوام که توی این جشنواره بزرگ پلویا و چلویی‌های طبیعت شرکت بکنن و پرچم غذاهای محلی این شهر رو با این نوع برنج، با پخت این نوع برنج بالا ببرن.